عصر 21 زندگی میکنیم. اگر چند هول دیگه ماشینای پویزای سمالیوتای دو روز سه روز اگر سفر کنی آبوزی نکنی بوی بدن میبرویا، عرق بدن آدمو بوش میبرویا و او شب و روزو که مردم در خیر اسب پیاده سفر میکردن بیچاره در خواب دیگه آغشته میشدن. یک آدم مقیمی دید چون همین دریافت که همین ولی گفت همین بیچاره مسافران شاید گشنه باشن، رفت خونش در یک کاسه حلوا گرفته بالاش در نون دیگر هم تفرو مونده آورد گفت همین را بخوری به خاطر خدا. تخمه بودند آنده بیگانه زیخور بود سا امروز آن مؤمن مگر جهود نصرانی شکمشو سر به دست خود داد دیاد اوژین کرده دیاد. ای مسلمان از ترس اون که من بود و بعد همراهای نابود یکون لقمه حرام و شبهناک نخورم بیچاره روزه گرفته به دست، این روزه دار به دست. چه نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید. وقتی نماز شام و وقتی افطار تا آمدید دیگه بتوقت شده ایش نگیره. اونده کس گفتن ما از خر پریم ام شبش بین هم فردایش خریم. جوت نصرانی گفتن شکما موسی رای حولا همی زیبی سهر خرک داره ایس شرینه زفت رک دست آزد میمونیم سهر زفت رک میکنیم. گفت مؤمن نکی ما خود سیتنیم چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد خسم خود بر جان زند، هر کی خواهد تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت شما ناحقی نکنه برادر، این حقی سه کسایی شما سری من گشنه با من روزدار بدم بیای ابی سه حصه تقسیمش میکنیم. من گشنه که اصلا میخرم خواهی شما سری مونه سهرخرکش کنه و اختیار داره. پس ورا گفتن زین حکمتگری قصدی تو این است تا تنها خری. گفتن تو مسلمان حیلگر اکی یک کاسه چی کی را داره که او را با سه حصه تقسیمش کنه. تو میخوایی که ما اون را بیاریم بمونیم ما سریم دلمونه کشا تو قبضنی نمیشه. گفتن اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه. بیچاره زورش به یو نرسه یا دو کسن زمین پست آسمون بلند زور شما در به طاقت یک سوت کشیده ایش نخورده است. بیچاره رفت دراز کشیده یک کنجک سرش مونده خور رفته. پس بخفتند آن شب برخواستند بام دادان خیش را آراستند. روی شستند دهان و هر یک داشت اندر ویر راه و مسلک. سهر ایخا خیستند هر کدومش موافق همون شریعتی خود رفتاری خود عمل کرد. یهودی خیست روش شوش دهنش یا اوگردان کرده روش طرفی بیت المقدس کرد. یک چند آیه را از تورات هم تا جنبیده خون اومد شیشت دستری دستر خون. نصرانی هم یک کریس کشیده اومد در پهلوش ایستاد. این مسلمان افتوای او گرفت بر افتورت کنی. یک 10-15 دقیقه پس اومد یوش دادش دورم. گفتن ابا چه بیو اگه بخریم حولو را. گفت هولی من نو که شروع میکنم به عبادت. وقتی من توزه کردم پیش پروردگار با همین بدن خلقی نگشت خیلی بیستی صبر کنه که نماز بخونه. رفت در نماز ایستاد فرضی بوم داده با تجوید ترتیل خیش را خوند. یارو تعجب شو گرفته است که او این مرد یک سوتکه چی نخورده این مو به توقت چی دیده خیلی اینقدر ایمانی قوی دوران که یک جوش نمیجن باید نمازخونه ای روی خیسه کوتاه نماز خلاص کرد اومد در پهلوش و شیشت کاسه در بلوی تاق مونده گیای. اون یکی گفت که هر یک خوابی خیش آن چی دید او دوش گو آور به پیش. هر کی خوابش بهتری را او خورد قسم هر مفضول را افضل برد. جهود گفت که بچه ها یک پرسه شکم یک اساسی میکنه بیایم شکر نکنیم همین خواباتون رو نقل کنه. اگر کسی شب خوابی رحمانی دیده باشه خوابی خوب دیده باشه از شیر مادرش حلال بذارم او بخورش. این طریق یکون تموسیر نمیکنه. پس جهود آورد آن چی دیده بود تا کجا شب روحی او برگردیده بود. این جهود را این سطحی ورد دستش گرفته سر کرد. بچه ها گفت من شب حضرت موسی را در خواب گفت در شب موسی هم آمده پیش. گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. از پی موسی شدم تا کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. حضرت موسی اومد میگه دست مگرفت کوه طور بود تا سحر همین نوری رحمت پروردگار همین نوری شعای الله ذوالجلال محکم کرده بود. هم من هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. همین تای غرق نور الهی بدیم در طاعت عبادت بدیم و واش طاعت عبادت کنیم در حیات شما طریقه کوسا حکیمانه. این اصلی گفت گپ خلاص جورا مورم گپ زنیم بخیر. بعد از اون ترسا در اومد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام من شدم با او به چهارم آسمان
مسکن و مأوای خورشید جهان. گفت جورا گفت این خوبی تو خوبی خوبه، خوبی بزرگ اینه که خوبی زمینی است. من شب حضرت عیسی را در خواب دیدم، دست ما گرفت آسمانی چهارم بود. اینا می تا سحر ملائکه و اچرا استوده برو از یورت کردیم. خوبی تو که جو خوبی من که جو هر دش رزوار دورن این مسلمان خواب شدیه. با گفتن جورت خوب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من، پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطان من و چون منم خوب دیدم. حضرت هم مثل ماه شب 14 میگه از در میخونه قادمت همه منور شید. ما مسلمان ها دروغ نمیگیم در خواب، خاصتا در حق پیغمبرمون. هر کسی حضرت در خواب دیده است حقیقتا دیدگیش، زیرا شیطان شکل صورتی محمد گرفته نمیتونه. حضرت میگه پیشم اومد بیدارم کرد، پس من رو گفت اون یکی بر تور تاخت با کلیم حق نرد عشق باخت، اون دیگر رو عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان. خونت پری گندم گفت ای خونه آباد، خدای تعالی میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید در تاریخ بشر. ایشان در خومه نگرن رفیق یهودی همراه حضرت موسی در کوه طور عبادت کرده است. اون نصرانی را حضرت عیسی آسمان برده استش با طاعت عبادت و ذکر مشغولن، تن در خومه کنید. خیز ای پسمانده دیده ضرر، بار آن حلوای یخنی رو بخور. اگه خونه آباد تو روزداری برای تو همه افطار عبادت های او در همه عبادت در ذکر دیگه در فکر خراب نیستن، تو بخی آخران هم روزه تبک شو. ای سلیم گولی و پسمانده هین برجه بر کاسه حلوا نشید. این خیلی که گفت بیقرار شدن پرید خیز جهود کاسه رای بروی تاق گردید خولی بودن. حضرت شو زد استش لیسیده تا زا کرده این بزنگیه. همه ای آرومی و همه ای حضور قلب و حضور تورات کریم و بسخوری ایسا بیابی اخی. حضرت میگه اذا حضر العشاء و العشاء فابدأوا بالعشاء. اگر طعام شام با نماز شام یکی اومد، اول کمی طعام بخورید، نفستون را آرام کنید، بعد نماز بخونید که در بین نماز در یادی خراب نغلطید. یه شکمش سر به حضورت به تجوید ترکیب میخونه. پس ها رو گفتن آنگه ای حریص، ای عجب خوندی تو حلوا و خبیث. ای خونه آمد گفتن که اونجا حق ما رو هم بود، تو نپرسیده حق ما رو هم خوردی. گفت چون فرمود آن شاهی مطاع، من کیم تا که نمایم امتناع. و وقتی که پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم فرمان میده، من سگی گجام که فرمان پیغمبر من نبرم. اگر میگفت جان تفیدا کو به خدا قسم جان میدادم، ولی کو بشنا بودم یه حوله شری با مذهب است. تو جهود از امر موسی سر کشی، گر بخونه در خشی یا ناخشی. تو بدبخت یهودی گفت تمام جنایاتون شما بنی اسرائیل به نام حضرت موسی سپیصد میکنه، اگر حضرت موسی تو را امرت کرد اجرا نمیکنه. تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیح. تو نصرانی گفت نعوذ بالله حضرت عیسی را خدا میگوی، پسر خدا میگوی، اگر همه حضرت عیسی فرمان رو اجرا نمیکنی. من زی فخری انبیا سرچون هستم و پیغمبری و افتخاری تمام پیغمبرای الله ای. خب یا حضرت این امرش اجرا شونده ای، مو مطعم مو مطاع ای. من از افتخار پیغمبران چه سر میکشم؟ خورده ام حلوا و این دم سرخشم. گفت حضرت فرمودت خوردم بله. پس رو گفتن والله خوابی راست تو بدیدی، وین به 100 خوابی ماست. با خدا قسم گفتن همین خوابی راست حقیقت دیدی. یهود گفت من برای هم یک کاسه حولا شده رو ما سیاه کردم. موسی که در کجای موسی را میسوال آوردم که تو را فرد کردم. این خونه سوختای نصرانی ایمان در گذرم گفت باید رو اسمونی کرد بعد گریب اسمونش رو بود. نه که همین خوابی حقا خوابی فایدانو که تو دیدی کشنبک هم سیر شد. اگر مقصد مولوی از این حلوا طاعات و عباداتی هست که برای قیامت منجم میکنه. ما هیچ وقت نمیگیم که ما بنده‌های برگزیده خدایی. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، از غضب پروردگار ما